سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الله سبحانه و تعالی اولین معلم هست که خداوند جل مجده برای آدم علیه السلام علم را یاد داد. و علم آدم الاسماء، خداوند متعال همه اسما را به آدم علیه السلام یاد داد. الله سبحانه و تعالی به آدم علیه السلام دو کار را به عهده‌اش گذاشت. یک، وظیفه خلافت در روی زمین، دو، وظیفه اعمار و بازسازی زمین. وظیفه خلافت که به عهده آدم علیه السلام در زمین داده شد او بعد معنوی و دینی هست، اما الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید که ما به آدم علیه السلام تمام اسماء را نشان دادیم. شاید به فکر ما خطور بکند که نامهای چیزها را برای آدم علیه السلام نشان داد، مسمیات را، در حالی که تنها یاد گرفتن نامها کافی نیست. به آدم علیه السلام بر علاوه مسمیات و نامهای اشیا و چیزهای مختلف طریقه کاربردش هم نشان داد، چون مسئله اعمار زمین و مسئله مدیریت زمین فقط و فقط با نام گرفتن و یاد گرفتن نامها نمیشد. اگر یک نفر به صدها هزار نام را یاد داشته باشد لیکن کاربرد از نامها را نفهمد، چیز را دند را و دوا نمی کند. آدم علیه السلام به حیث خلیفه زمینی که از جانب الله متعال تعیین شد، او مسمیات را یاد گرفت و کاربردش هم در زمین یاد گرفت. مثلا فهمید که زراعت باید چه قسم شود، و می قسم تخم در زمین به چه شکل پاشیده شود، آبیاری زمین به چه شکل باید مدیریت شود. همه اسباب و وسائل و مسائل را به آدم علیه السلام یاد داد. پس اولین معلم الله سبحانه و تعالی است که برای پیامبرای خود علم را یاد داد. و در اینجا امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه در تفسیر از این آیت متبارکه می فرماید که الله سبحانه و تعالی صفت ذاتیش که همان علم و معرفت هست، در مرحله اول بعد از تفویض خلافت در روی زمین به آدم علیه السلام یاد داد علم را. علم در حقیقت پلکان تعالی رشد و ترقی یک ملک است. در هر وقت و در هر زمان و در هر برهه علم هست که ملتها را به شکوفایی میرساند. و دینی که در اوایل خود به علم و معرفت و به الاخره تقوا و تعالی و ترقی دعوت میدهد، او غیر از دین مبین اسلام کدام دین دیگه نیست، چون اولین پلکان وحی و اولین ابتدای وحی از اقرأ باسم ربک الذی خلق شروع شد. بخوان به نام پروردگارت، آن پروردگاری که زمین و آسمان را آفرید. در جای دیگه الله سبحانه و تعالی اهمیت علم را توسط وسیله‌ای که علم را در رشد و شکوفاییش به اوج میرساند قسم یاد میکند. نون و القلم و ما یسطرون، قسم است و نون و قسم به قلمی که آن چیزی که نوشته میکند. علما میدانند که نون از جمله حروف مقطعات هست. الله سبحانه و تعالی بعد از آدم علیه السلام پیامبرای دیگری را به خاطر هدایت بشر فرستاد. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بهترین معلمین در بشریت، بهترین رهنمایان در انسانیت از آدم علیه السلام الا خاتم، نبی مکرم، امام الموحدین، قائد المجاهدین، قدوه ما و الگوی ما رسول صلی الله علیه و سلم بودند. بعد از رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و تسلیم وظیفه
معلمی و این رسالت عظیم به امت پیامبر علیه السلام و به علما داده شده است. پیامبر علیه السلام می‌فرماید که انما بعثت معلما، ما معلم مبعوث شدم، یعنی تعلیم دهنده مبعوث شدم تا ای که مکارم اخلاقی شما را به تمام معنا به پای اکمال برسانم. اولین معلم الله سبحانه و تعالی، بعد از او انبیاء کرام و بعد از او تسلسل جریان دارد که علما در رده اول و ما و شما هم در زمره معلمین هستیم. علما کی است؟ به قول حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه انما یخشی الله من عباده العلماء، هر آن کسی که از الله بی‌ترسد او عالم هست. کسایی که از الله ترس ندارد، کسایی که دین الله را پیروی نمی‌کند، با وجود داشتن مدارج و اسناد معتبر جهانی نمی‌تواند که عالم شده بتواند. چون در تعریف عالم قرآن کریم می‌فرماید که علما کسایی هست که از جانب الله از الله می‌ترسند. العلماء ورثة الانبیاء، علما میراثبران پیامبران هست. پیامبران بعد از مرگ خود نه آپارتمانی به جای گذاشتن، نه سرمایه‌ای به جای گذاشتن، نه کدام زر و زیور و سیم و جواهری به گذاشتن بر میراث، بعد از خود علم و معرفت را و روشنایی را به میراث گذاشتن. انشاءالله العزیز ما در این سمینار امروزه خود واضح خواهیم ساخت که مقام و ارزش و جایگاه معلمین در دین مبین اسلام به چه منوال و به چه اندازه است. استادای نهایت محترم، معلم اصل هست و کارمندای دیگری که از رئیس گرفته، عامل یک مکتب، رئیس یک نهاد، وزیر یک نهاد، اینها فرع هستند. چون معلمین هستند که زیربنای یک مملکت را رقم میزنند. معلمین چه معلمین مدارس هست، چه معلمین مکاتب هست، چه معلمین کهنتون ها هست، کلش معلم هست. این معلمین وظیفه بزرگ خطیر و سنگینه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه را دارند بدوش. معلمین محترم، به شکل وجیز و به شکل مختصر باید بگم که استادای نهایت محترم، شما وظیفه سنگینه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه برای نسل جوان و مسئولیت آینده سازان وطن را به عهده دارید. اندک تغافل در این وظیفه، اندک کوتاهی در این وظیفه خسارات جبران ناپذیر را در دنبال دارد. ملت هایی که به ترقی و تعالی و رشد و شکوفایی رسیدند، اونها به قشر همچون معلم توجه کردند، معلم را ارزش قائل شدند. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما